مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. السلام علیکم. سلام دوستان عزیز، مخلصان عزیز ما و البته مخلصان جماعت تبریکاتی شهنام. امروز جماعت ما در دهه مهرآباد برای تبریک کردن به خانواده یلچیبای بابا آمده ایم. امروز جشن 40 سالگی عقد نکاح و جشن زادروزی منیر خاله را جشن گرفته ایستادیم. از نام سه پسر اصیلشان، از نام کلین پاشاها، نبیره ها، شخصا از نام فیض‌الله اکا، فخرالله اکا و از راه دور از نام خیرالله اکا تبریک کرده امروز بهشت خاندان فرشته امروزه را در جشن زادروزشان تبریک میگوییم. شمایان تیار باشید، ما تیار هستیم، رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم زنبانوان. همه شمایان را به امروزه جشن زادروزی مادر عزیزی خاندان منیر خاله خوش آمدیدتان میگوییم. مرحمت به حضور بیماران ششته استراحت میتون برای با تنها منیر خاله همراهی یلچیبای بابا لازم هستند. یلچیبای بابا را تکلیف میکردیم به نزدمان. مرحمت مهمانان گذشته گاتان ممکن. مرحمت سلطانی من چشم و چراغم مادر تنها کنی، روزای با هم مادر من از خدا تنها امیدم. السلام علیکم. این طرف ما السلام علیکم. یلچیبای بابا نزدیک استیم کنیم. امروز روزی خورسندی بالای هم بوده است. امروز جشن زادروزی منیر خاله من جشن گرفته ایستاده بوده. باز یک تا بیرم بوده است. 40 سال پیش همین روز چی شدگی بود؟ تای شدگی بود. تای بزمی زیبا. منیر خاله زادروز مبارک. روز تولد را مبارک باد میگوییم. یک تا یاد بید کنی امروز اعلامی کی آمدگی ما؟ چون فقط همه مادر میگفته است که از نام فرزندان. نه، امروز از نام یلچیبای آمک آمده. گفتم که 40 سال شد یک جای آیله بستگی آمد. امروز 40 سالگی عقد نکاح است. امروز جشن زادروزی انمی خاله جان عزیزت است. آمده از نام من تبریک کن و پیش از سخنها تا گفتن یک گلدسته زیبا دارم میخواهم پیش مهمانان با خودم تقدیم کنم. 40 سال پیش وقتی تویبه گلدسته برده بودم یا مانده نبود اون وقتا. همه گلدسته فرزندان احتیاط کرده بودیم. مرحمت پیشکش میکنیم برای مادر پدر خودشان میسپارم. مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. اکنون منیر خاله هم از نام یلچیبای آمد، هم از نام سه پسر و سه دخترتان، از نام نبیره های شیرین شما را تبریک میگوییم.
فرزندان عزیز میگویم هزار رحمت. شکر میگویم که در این عائله خوشبخت، در این عائله خاکسار و صمیمی به دنیا آمدیم که مهنت حلال کردند، با مهنت های حلالشان با فرزندان را صاحب بخت و عائله کردند. باز من از یک چیز بسیار خرسند شدم که کلید پاشاها برآمده برای من کمی معلومات دادن، گفتند که دومین مادر من، هزار رحمت، خداگاهشان با شکر، ما هر سه را با یک چشم نگاه کردند، هر سه را خواندند، حالا خواننده ایستادند. ما که از پس تشویش، از پس خواندن زندگی هستیم، همین فرزندان ما را چنان با یک مهر و محبت زیاد با وی رسانده ایستادند. سه فرزند خود را چه کلام کرده باشند، نبیره ها را از آنها زیاد با وی رسانده ایستادند. ما خواستیم در این جشن زادروزشان برایشان کمی باشد دلشان را بالا برداریم. ما ناز ببینیمشان، دوست می‌داریم، همیشه در سر ما سایبان باشند. امروز شما را از نام فیض‌الله اکا، فخرالله اکا و از مسافرت، از نام فرزند خوردی که برای هر پدر مادر از همه عزیزتر و ارکه خاندان می‌شود، از نام خیرالله اکا شما تبریک می‌گویم. گفتم خیرالله اکا یاد کردم، بی جان من، مادر مهربانم یاد کردم. اگر امروز امکان می بود دو قنات برداشته می رفتم پریده به سوی خانه ما. یاد کردم چهره زیبای مادرم، از آن دستان نازنینشان می خواستم بوسه زنم، از روی پر از نورشان بهره‌مند شوم و سفر کنم از چشمهای زیبایشان به کودکیم و دور و زمانی بی‌غمی زندگیم. چخیل بچگی ما زیر گذشتگی بود. دادا جانم، بی جانم، ما با یک مهنت‌های حلال، با مهنت سیاه باشد هم لقمه حلال خورانده بودن بهر ما. ما نمی‌دانیم که ما چخیل فرزند هستیم، فرزند نغز یا بد. برای ما در دنیا از همه پدر مادر بهترین این دادا جان و بی جانی من هستند. همیشه دعاگوی ما گردند، هیچ وقت در دو غم را نبینند. دعا کنند، دعاهایشان مستجاب است. من که در مسافرت میگردم، همه با دعاهایشان همه کارم برار میگیرند و البته خرسند هستم که در خانه چنین کوهی بلند، چنین چشمه مهر و محبت دارم. برای مادر جان عزیزم فرزندان میگویم فیض‌الله اکا، فخرالله اکا، خیرالله اکا، برای مادر عزیزم رسانید که مادرم، ای مادرم، جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قد تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شام تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد ز آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. با کلام و معنی ها و معرفت، پر ز عشق حق نمودی ساغرم. هر کجای مقدم تو می رود، سجده بر هر یک کدومت آورم. پیغمبر خدا فرموده است که جنت در زیر قدم مادران است. البته مادر فرشته خاندان است. مادر بهترین انسان است برای فرزندان که در مابین دو دنیا ایستاده با چنین عذاب و مشقت ها با فرزندان را به دنیا می آورند. زادروزتان مبارک، مادر خاله روز تولد را مبارک باد میگویم. من از این کار خود چنان خرسند هستم که در روزهای خرسندی همین مردم مهمان میشویم، دلچی بای بابا، هر بار مهمان میشویم میگویم که حاجی بابا شوم، حاجیانا شوم با قلب نیک. البته آنها با امر خداوند با تقدیر حاجیانا و حاجی بابا شدند. در خاندان‌هایشان دوباره مهمان شده از زیارت کعبةالله پیشواز گفتیم. از آن بسیار خرسندم. امروز باز دعا میکنیم، باز نیت میکنیم، نیت نیک میکنیم که در این بزم زیبا هر دوی شمایان هم به زیارت کعبةالله نصیب کنند. در آنجا رفته در اطراف همون کعبةالله هر یکی ما رو دعا کنید و از آنجا برگردید و همون ساعت 3 سحر از خواب شیرین ما دور شده شمایان را پیشواز گیریم. از آن روز شمایان را حاجی بابا و حاجیانا گفتن برای ما نصیب کنند و با چنین نیت‌های نیک برای شمایان کلین پاشاها کتاب قرآن آماده کردند. بر همه مهمانان خرسنگ میزنیم، برای هم پدر و هم مادر کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد.
باشد. حاضر گلچه‌بای بابا وقتی امروز خوشی کنه البته نیت‌های نغزتون رو تا پگاهی نگفتم. حاضر با همه جمع کرده ایستادیدم. حاضر وقتی خوشی کنه مدیر خالما تبریک میکنید. پیش همه مهمان‌ها سیر دل بودگی همشون میگویم مرحبا. امروز مدیر خالما از چشمانشون دیده ایستادم که گلچه‌بای بابا میگویم اگر همین چرخ فلک باز برگشته بیاید و مدیر خالق امریکا بای من هندوستان و دنیا با بیایم من کافته پیاده شاید اگر یک فیلم میگیرم و بالای الان فیلم سوار شده امریکا میروم و علمی خاله جان تا انتخاب میکنم برای 3 فرزندی اصیلم برای این خصوص داوود بزرگ گفته است اگر یابم جوانی این دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس و هر قیمت و هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس همتونی؟ رحمانیت قرصنگ زنه برایشان زادروز مبارک و البته در اینجا شیرینی داریم تارت ها یک جای تارت ها رو پیشکش میکنیم زادروز مبارک باشد میگویم مرحبا Сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد خیلی کارت درست کنید Понедельник или среда. سه کلید ها مرحبا سه کلید سه تونم بذارید تا پیششان با Потому что خیلی باید توشو مبارک باشد زادروز مبارک не больше. Хоть держи больше до Польши. Ничего не надо больше. Просто быть возле тебя. Ничего не надо больше. Просто быть возле тебя. Поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. Для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше. این روز جشنی زاد روز شما در زندگی خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در فهمیتان دوستان شما جمع شده در فهمیتان شادند از آن که روز دیدی شما شادند از آن که روز دیدی شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در مزه چیزی روزی جهان مبارک شیرینی را خورده شده باشم اگر در اینجا فرشته خاندان هستند آنجان عزیز بهریانه البته اینها خرسند و خوشبخت هستند که در سر چنین مادر دعاگوی دارند شما هستید که البته به اینها هیچ وقت خستگی نزدیک نمی‌شود شما دعاگوی خاندان هستید یک تا شرکت دعا کنیم مرحبا نور دیدار تاج سرون دستاری بالای چکرکان ناو در اواری بچکان ناو گمادیان ناو کماندلکوسون دفتر هستم تیم دستاری بالای چکر ناو کرده لوهیوی با امسال چکوتی بچه ها بیرم کنند رحمتی کنون رحمت من دستشون با یک توفه هست برای برزه مدیر خاله کلی مدیر خاله بیت کنید تا توفه های قبول کنید از دست مادری عزیز مبارک باشد زادروز مبارک
مبارک باشد. اکنون انا همون کلین ها که خانواندن، انا همون فرزندان با مهر و محبت اونجانی را با از بودنش زیاد داده ایستادن. کلینی کلانی سر میکنن مرحمت و سه کلین ها رو تکلیف میکردن. میدونیم که بر بیر پسرها شرمگین هستند، از نام خود از نام عائله‌شان تبریک میگن. مرحمت کلین پاشا ها و نزد مادر جان نزدیکتر میستیم این طرف ما. مرحمت مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش اومده و زادروش ایمروز ایلو سردره سری ما به ساق کرده همه شما در رحمتی کلون موی همه خون سه خطاری پرزندتون دا دیده گشته رحمتی کلون شما دا ملا مکم کتی ایلو پوشه پیر شوه 100 ساله شوه حاجی آنه حاجی باشه این سال با این هم زیاد شده هم خیلی bayram های kanun kadar gardeni doy. Sadda dure. Assalomu alaykum hamotunda. Xush omade. Mana imroz bimroma zo'rishda istagan. Ilohim mulamakumga xushapir shave. Hojone hoji boshave. Sadda dure. Assalomu alaykum. Mehmonlar aziz. Mana imroz onam darajdan tushishda istadi. Onam ke bobom 100 so'la shavad. Hojiboy hoji ona sharaman. Hamma rahmat. 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 از مهمانان البته سخن‌های تبریکاتی با صد میشنویم. منیرا خانم کلاس کمی صنفی. سورا خانم مرحبا. السلام علیکم مهمونای عزیز. من امروز همسایه‌مون برجدنشون بوده. ایلایم سرده دوره من رفت. همینجا اشتگام چند سال شده باشم ما یک اکای خوار برین گشتیم. همین قوق یکون بار توی مریده نرفتیم. دستری همین کلون و بچه یکاشون ساخت سلامت گردن. خوش پیر شوان ایلوی. همسایه گردی همون این هم زیاد شده گردیم ایلوی. رحمت سلامت باشم. تشکر میگویم. اکنون مادر خاله نوبت رو به رقص دیم با راهبری مهری خاله نوبت رو رقص میدیم. مهری خاله اینجا میرقصیم سرودهای اینجا اشتگاتون با مرحبا سرودهای شوخ برای شمایون اینجا میرقصیم فرصتی میکنیم زادروز مبارک میگیم.
Thank you.
خوش آمده نظمی کار سلامته کی بازه نآمده ای بچه خوش آمده السلام خوش آمده نظمی کار سلامته کی بازه نآمده ای بچه خوش آمده در کجا شما دختر رستگار بیا کنه آخ شیرین سرما انو بلن مدواده تاجی جگه برواده در کجا ده آشم نقدر واده اینک عزیزان دل، دوستان عزیز، امروز ما در دهه میرانقول شهر سمرقند مهمان شده در خانواده یولچیبای بابا همراه شمایان مادر عزیز خاندان را منیره خاله را تبریک کردیم از آن فرزندان عزیز، از آن کلین پاشاها و نبیره های عزیزشان. و البته دلشان را شاد کرده. میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید، در پناه خداوند باشید. سلامت باشید، روزای ناز ببینید. سلامت باشید.